آیا متخصصین حتی تو شهرهای کوچیک ما امکان ورود به عرصه انتخابات و حضور در شورای شهری دارن؟ واقعیت رو نگاه بکنید، ندارن. تو شهرهای بزرگ چقدر زمان دارن این آدما بخوام خودشون رو معرفی کنن؟ اگر تو لیست جریانات سیاسی مقطعی که سر انتخابات درست میشن نباشن، مثلا کسی نگهشته. بودجه شوراها رو کی تامین میکنه؟ شهرداری. تموم شد و رفت. اصل تعارض منافع اینجا چی میشه؟ غیر منطقیه شما از همچین شورای انتظار داشته باشید که بره یخگیری کنه، نظارت کنه به اون شهرداری. چرا تو شهرهای کوچیک استیزا پشت سر استیزا و تو کلان شهرها اصلا همچین امکانی وجود نداره؟ خب توی همچین نقطه‌ای که قرار گرفتیم که 6 باختیم، 6 تا دوره 6 باختیم، این تلخی رو بپذیرید. دوستانی که به صورت عاملیت منفرد زحمت کشیدن اجرشون عندالله. اصلا هم بنده نمیخوام سیاه نمایی بکنم، اون کسایی که بخوان لاپوشونی بکنن سیاه نمایی کردن.